این غم و هم توجه نمی کنند، همه فقط در فکر خودش هستند و در راه بیرون رفت از این معضله که ایجاد شده است برای خود می اندیشند. اونگاهی که ما برای خود می اندیشیم و در محور خود اندیشی قرار داشته باشیم، یقینا درد ما به دوا نمی رسد. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه داستان را از موسی کلیم نقل می کند. این کلماتی که من بی‌ادبانه محضر شریف شما به عرض می رسانم، می خواهم یک وسیله نجات خودمان را فراهم کنیم. پیغمبر رحمت از زبان موسی و از زبان پروردگار عالم برای امت خودش بیان می کند. یک روزی موسی علی نبینا و علیه السلام به کوه طور رفت، از خدا طلب کرد چیزهای را. پروردگار عالم این طور شده و اون طور شده است. پیغمبر خدا موسی کلیم خداوند ندا کرد موسی مرا از زبان خود نخواه، مرا از زبان مردم بخوای. یعنی اون چی که در متن جامعه و در متن مردم افتادگی ها بدبختی ها افتاده هست، از زبان مردم مرا بخواه. من اون زبان را میپذیرم که درد مردم را منعکس کند. اون زبان را میخواهم که اون زبان در جهت درد همگانی قرار داشته باشد. پیغمبر رحمت این دستور را به ما میدهد، ولی ما کمی غافل تریم، ولی ما دور افتاده ایم از این برنامه ها. و الا به جان عزیز شما قسم، در مقابل بارگاه با عظمت عالمه شهیدان، این شخصیتی که مرقد مبارک بود و خدمت نازنین او طعنه بر افلاک میزند، طعنه بر آفتاب میزند. روایت را که از معصوم رسیده است و اون این است که در دور ضریح مقدس ائمه ما فرشتگان خدا نزول ملائکه ها رفت و آمد دارند. این ملائکه هایی که رفت و آمد در حضور ائمه ما دارند صاحب حال بر افضای مردم هستند. این نیایش ها را میبینند، این تضرعات مشاهده میکنند، اما نسبت به ما توجه نیستند. این توجهاتی که در رابطه با اون محبین اهل بیت دارند از خدا میخواهند که رفع گرفتاری های اونها بشود. با این همه تضرعات و با این همه ناله ها و با این همه اشک‌ریزی ها و درد ما به دوا نمیرسد. این است که خدا در قرآن